نشانه دوزخی بودن سه چیز است. یکمش بد اخلاقی، دویمش یعنی انسانی حسد خورنده، حریص، یک انسانی که یک کس دارندش تلخش میکفه، چو وای داره وای کارش خوب است از من نه، نسبت به همدیگر بخیلی و بدبینی دارد. انسانی حسد خورنده، تکبر. پیغمبر بزرگوارتن این سه خصلت یعنی جهنمی و دوزخی بودن هست. گفتن یعنی عزت و کبریا اینها ایزار و ردای من هستند. این دو چیز یعنی عزت، عزیز بودن، بزرگ بودن، یا اینکه کلان شماریدن، این یعنی صفت خاصی الله رب العالمین است. این یعنی در شخصیت، در انسانیت یعنی براش حرام است دعوا کردنش یا اینکه خودش مقصد کلان شمردن. گفتن هر شخصیتی که اگر یک تایی را دعوا کنه یا بگه که من بزرگم، بعضی انسان ها دعوا می من کلان است و من بزرگم، البته خداوند بعضی انسان ها بزرگ میگردانه، اما خودی شخصیت حق نداره برای دعوا کردن.